و صلی علیهم ایدعو لهم. الله تعالی گفت که زکات مردمی ثروتمند را بگیر و به کمبغل ها تقسیم کن و صلی علیهم، دعا کن در حق زکات دهنده ها. ان صلاتک سکن لهم، نماز تو یعنی صلات تو به معنای دعای تو آرامی هست به قلب آنها. الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را وظیفه دار کرد که در حق زکات دهنده ها دعای نیک کند. و بدرالدین عینی حنفی در شرح صحیح بخاری گفتند که یعنی اهل علم هم همچون پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق شخصیت هایی که زکات میدهند دعای نیک کنند. به منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. الله تعالی سپارش و صلی علیهم، دعا کن در حق اونایی که زکات میدن. صلی اگر ظاهرا ترجمه کنید نماز خوان در حق زکات دهنده ها، نه زکات نماز خوان نه، دعا کن. نماز این از کلمه دعا هست، صلات این دعا هست. بنابراین نماز خودش دعا هست، برای آنکه اکثری جایهای نماز بنده دعا میکند، خواه دعای مسئلت باشد خواه دعای عبادت. دعای عبادت یعنی چی؟ الحمدلله رب العالمین میگوید، حمد پروردگار عالم. یعنی شما از این حمدگوییتون چی میخواهید؟ الرحمن الرحیم، الله مهربان است میگوید، رحمان رحیم، نهایت مهربان بخشنده. هیچی طلب نکرده ایستادید، لیکن مقصدتون از گفتن این کلمه ها چی است؟ الله اکبر، الله از همه چیز بزرگ، از همه کس بزرگ است. مقصدتون چی؟ الله که بزرگ است او ما رو حمایه میکند، برای ما میدهد، میبخشد، هر چی که خواهیم الله تعالی طلب ما رو اجرا میکنه. الله تعالی بزرگ است، قدرت دارد. یعنی آخری خواهشتون از الله تعالی طلب دارید در همین. این دعای عبادت میگن. شما دعا دارید و لیکن ظاهرش مسئلت نه، یا چی طلب نکرده ایستادید. لیکن برای چی این عبادت ها رو کرده ایستادید؟ مقصدتون یک چی گیرید از الله تعالی، به رحمتش موفق شوید، به مغفرتش نائل شوید، به نعمتهاش نائل شوید. این هم دعا هست. بنابراین نماز خودش دعا هست، میتوانید دعا کنید در داخل نماز. بله.